چون دیگه نمیتونستم منتظر بمونم پس خودم رفتم سراغش. قاعدتا این اولین چیزی نیست که با درآمد خودم برای خودم میگیرم و آخرین چیز هم نخواهد بود، ولی میتونم بگم اولین چیز خیلی بزرگیه که کاملا با هدف گذاری پیش رفتم و سعی کردم واقعا از خیلی چیزا زدم که بتونم پولش رو جمع کنم با درآمد خودم و خیلی حس خوبی داشت. امیدوارم که این حس خوب از طریق این ویدیو به شما هم انتقال پیدا کنه. و در آخر میتونم بگم که امیدوارم هممون بارها و بارها این حس رو تجربه کنیم، چون اون حس خوبه به نتیجه رسیدن کارهامون هیچ وقت تکراری نمیشه.